سلام وطنای عزیز، دوستای عزیز، ساعت ما خوب شد. ما برگشتم با خبرهای بسیار خوب، خوش و با افتخار است. ما بعد از بردی مسابقه در بزرگترین سازمان دنیا را پیدا کردیم. خداوند هزار بار شکرگزار هستم که این زمینه را برام مساعد ساخته و این توانایی جرأت داده که در این حالت مسافری در بزرگترین سازمان دنیا اشتراک میکنم به نمایندگی افغانستان. انشاءالله تعالی به یاری پروردگار باور دارم که یک بار دیگه بیرق سه‌رنگ پر افتخار افغانستان وسط جهان به اعتزاز در بیارم. و من تشکر میکنم از تک تک مردم افغانستان، از اقوام مختلف، از جامعه ورزشی، بخصوص از قهرمانای MMA افغانستان که صادقانه، مردانه، کلشون بدون از اینکه تعصب و لسان در نظر بگیرن مبارزشان حمایت کردن. دوستتان دارم. ان شاء الله تعالی به یاری پروردگار پیروزی های بزرگ نصیب ما شماست. و در حین حال بسیار زیاد خوشحال هستم که مسابقه را بردم. و در یادتان باشه پیش از مسابقه ما گفته بودم که ما فایت ندارم، ما جنگ دارم. برای ما بسیار بردی مسابقه ارزش داشت که چه رقم بردم، رفتم وظیفه ما انجام دادم، بردم مسابقه را و 98% مردم افغانستان را خوشحال ساختم. یگان تای دوستای ما، وطنای ما که گپای منفی میزنه، ما از ما هم خفه نیستم، گپای منفیشان هم بالای چشمای خود قبول دارم، ولی یک تعداد دوستای ما که از این خفه هستن که بیرق سه‌رنگ چرا بالا کردی. ولی ما برای شما دوستای عزیز میگم از ما خفه نشین، بیرق سه‌رنگ هویت مردم افغانستان است. بازم بالایش میکنم و انتقاد شما را میپذیرم بالای چشمای خود، ولی ما بیرق سه‌رنگ افغانستان هویت مردم افغانستان میکنیم. ان شاء الله تعالی به یاری پروردگار شما شاهد مسابقات بعدی ما میباشین و وعده میکنم که برای شما وطنای عزیز و شما دوستا فالوردای عزیز که همتون مرا حمایت میکنین، براتون خوب زحمت بکشم و خوب بدرخشم با امید پیروزی ما و جامعه ورزشی شما وطن و وطندار دوستای عزیز. به امید از اینکه یک درخشش پر قدرت دیگه هم داشته باشیم. تشکر میکنم بازم از تمام شما. دوستان دارم. اینا